خیلی جالبه. الان یه موضوعی که برای من پیش اومد، الان رفته بودم بانک کارت هدیه بگیرم، رفتم پای دستگاه دیدم نوشته که برای اینکه میخوای کارت هدیه بگیری بانک ملی فقط از کارت ملی مثلا امکان پذیره. رفتم از یه کارت دیگه هم یه 3 تومن پول واریز کردم به این کارت ملی، دیدم آقا بابت 3 تومن 1,280 با اجازه کم شده. اومدم پای دستگاه، کارمن اولش نمیگه که آقا این دستگاه ایراد داره یا سیستم قطعه فلانه. اومدم پای دستگاه میبینم آقا سیستمشون قطعه، حالا به هر دلیل. رفتم اون یکی کارمندش میگم آقا پول نقد داری به من بدی؟ میگه بله داریم. بردم پر کردم رفتم اونجا پول نقد بهمون بده، بابت هر 1,400,000 تومان از حساب من کم کرد. بابا تا کی میخواین این کاراتون انجام بدین؟ تا کی میخواین دست بکنین تو جیب ملت؟ دزدی از این بالاتر. دزدی دیگه تو روز، از روز روشن شما میرین دوز بگیرین میرین دستشو قطع بکنین. بابا شما خودتون یه پا دزدین، بس دیگه دست از این کاراتون وردارین، ملت خسته کردین. پوفیوز بازی هم حد و اندازه داره، حرامزادگی هم حد و اندازه داره، خسته کردین ملتو، بس دیگه بابا. یه بار حقوق میدین از همون مالیات برمیدارین، یه بار روزی 1000 دفعه از این ملت چیز میکنین، از حساباشون پول برداشت میکنین. خجالت بکشین دیگه و ملت رو خسته کردین شما.